معده جون به رئیست بگو من همین الان رسیدم. معده جون باباته. خب یکم احترام نگهدار، من برای تو آقای معده هستم. زنگ میزنم بزرگتر معده کوچولو. ای رئیس یه دونه قند اومده اینجا میخواد با تو صحبت کنه، بفرستمش بیاد یا نه؟ آره بفرستش بیاد. مطمئنی رئیس؟ امروز خیلی هینا اومده. غمت نباشه بفرستش بالا. چش رئیس شمایی. رئیس اسید پاسیش کردم داره میاد. یا رسیدن. میبینم که بالاخره اومدی. ببین اصلا ما وقت نداریم، بپر بادو بیا اینجا. اومدم برات رئیس جون. دوست داری لوباتو بمالم یا قشرتو؟ برو سمت لوبهام، لوبای فرونتال. برو که رفتیم. الان میتونم تو چند دقیقه به دست خوب بدم. دوپامین قشنگ من اومدی توی مغز من، نادو کاری کردی که من برم بالاتر از ابرایی که اومدنم کنار من نشستن و میخوام برم بالاتر جایی که میرسم. من که الان دارم با این ابرا تون میدوام، شکلات قشنگ منو فقط میدوونه که برم بالاتر دورها. وای آنجوری به صدا در اومد، باید سریعتر از اینجا بری چون کلی کار نکرده دارم. یعنی چی؟ من هنوز کارم تمام نشده. کدوم قبرستونی برم آخه؟ نمیدونم بابا، مثلا برو سمت کبد. عالی شد. شکر اضافه. مگه نمیبینی من این همه چربی بستم؟ دیگه نمیدونم چی کار کنم. ای بچه جون انسولین بیشتری ترشح کن. بابا دارم زور میزنم نمیشنوه. بابا من انسولین داره. چی؟ اینم یه مشکل دیگه برای ما. کارش دیگه نمیشه کرد. بچه جون قنجان برو به سمت محل ذخیره شده که بهت نشون میدم. برگام الان کدوم قبرستونی هم من؟ به محل ذخیره چربی داخل شکم خوش اومدی. اینجا قانون داره که وارد بشی ولی خارج نمیشی.